آپدیت جدید فری فایر که همتون میدونید خیلی خفنه، نینجا وار، جنگ نینجاها. خلاصه قرار با هم دیگه داخل بازی فری فایر کلی عشق ها ببریم و ببینیم چه چیزایی داخل این آپدیت رایگانه و بگیمش. پس بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو خبر دیگه چنلمون. رئیسی اومده، بریم دانلودش کنیم و خلاصه داخل این ویدیو قرار با هم دیگه فری فایر بازی کنیم و فکر کنم قرار همه اینا خفن پیش بره. پسش همونم، من فقط برای مهم اینه که بچه ها میگه ماه خونی همون ماه قرمز، چقدر جالب. اوه بنازم دیسک. باش باید یه حرکت خلاصی بزنیم. بسیم سال لک رویال باید ببرم مسابقه رو. یه سیست و بچه به این میشستم. میون تو ولتون شبا زنون است. برم شبا رو دانلود کنم. نه به پستش نمیخواد، بزن این باشه. نه باز کفش بلند من بدم نمید. این خوبه. این که اینجوری ست همیشگی داریم. ساعتیه که این ست همیشگی، اینه که زمانیه. فاول کن این چرا قشنگ این ست رو بهت دادم. این قشنگ تره. ترسی رو من میدونید که من چرا نه آجالو که نمیاره. دانلود کنم آجا قالوکو اونم بهترین لوله. یه دست بزنیم سوز نه اسکواد بشه. بچه ها من که آنلاین نیستم، یه اسکواد بزنیم دوستان. با بچه دیگه رفتیم تو سرین بازی بزنیم. آره قرار بتره کنیم. بریم یه فایت خفن میزنیم. کجا انمی؟ شویش میتونه کم کنم.
این بیرون قابل شکنه بریم بسیار اون زمین علمی لیول 2 را میبینیم حفظه‌ای باشه یه نظر بشه این مکستان دیزرت Drop. چی الان داره میزنه؟ First blood. Double kill. به نظرم فقط برم اشاکی اوکی بچه ها بریم اینا آفلاینه بلکه من خودم میرم از این مپه خیلی دوست دارم کسی نمیشه بیاین دوستان مثلا شما خب بریم انیمی ها رو بزنیم دیگه چیار آی شما الان یه سر چجوری دوستان انیمی هم من اول شدم بنازم رنگ هم بره بالا رنگ سیزر لعنتی بریم بچه آخه با این رنگ رو ببرم بالا این رنگ لعنتی حتما بره بالا ببینم جایزه های رنگ جدید چیه اینو من داشتم قبلا یه کانت دیگه هم داشتیم ولی یادتون شما که نگید 忍びは時に厳しい選択を迫られることだってある。お前はすでに現実の中だ。 اینو خیلی دوست بچه الان باید چیکار کنیم میشینز جایزه دوستامی نداره بویا پس بلیمش کنیم من کنم باید این بویا پس رو تموم کنم بینم اهلم که لیول هاین جایزه لیول 70 هم میخوام بگیرم دیگه یه نه از این مدل ها با بگیریم کلا من لباس میخوام با گان بی‌نهایت منظورم از گان بی‌نهایت یه چیز دیگه است خودش این پریمیوم مثلا باز میکردم من یکی
این ستاره میگرفتم. فکر کنم باید 800 تا بدی که این همه آیتم و این هر 3 تا باز کنم. اگه جم تا روز امروز هم نتونستم یه نم بگیرم. بریم بعدی. بچه لاک رویالش دیگه. لاک رویالش دیگه آورده بچه ها. ستاره ببینم بگیرم یه ست تو از این ستاره رو بعدم بگیریم. همیشگیش اون کردم که بنازم. نه ستش بد نیست. یه دونه دیگه هم بزن شاید بهم داد. او از دستش دادم رفت. خدا کنم سکام نرفت کاملا. بچه یک داده به ست آلوک چند میدید تو کامنته بنویسید. یه کیل خفن با بزنیم. من گانه خیلی دوست دارم باحاله ولی صداش کم ندارم. فرش بلاک هم دلش یه دبل کیله دل بودم. این آرم دارم. بریم بچه راستی اکانت من برای کسی که تازه شروع کرده خوبه یا نه؟ فقط ستمین زمانیه یعنی مثلا یه چند ساعت دیگه تمام میشه که این بعد حالا میخوام برم یه پسینا رو هم انجام بدم ببینیم به جم چی کاره میشه انجام داد. با جم که من یکی نمیتونم بکنم. خوبه اینه بوکسش حساب بریم چک کنیم دیگه. خلاصه بوت پکر خوبه. قبلا یه اسکیم داخل اکانت دیگه بوت پکر داشتم. حیف اکانت بابام البته ایمیل بابام بازم که قبلا خیلی خوب بود اکانتش خیلی خوب یعنی 64 تا مثلا از این لباس ها داشتم شلوار 30 خورده‌ای داشتم خیلی خوب بود. آره نشه این علمه به اینجوری حاج اینو چرا باتن اسم خیلی باتن باتید داداش. باید اسنایپی دست بزنیم. مکس اسموک برداریم. بیرن که میریزیم برگرد نمیایید شما چرا پینگ من پینگ من 96 شد دیگه. Double kill. بنازم سوکلس گولد انقدر رنگ رو ببرم بالا که عالی بشه. مرسی
میبینمتون. خداحافظ.